السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز، خدا کنه جور و صحتمند باشین. در هر گوشه و کنار دنیا هستین و در افغانستان هستین. خداوند همیشه در امان داشته باشه تونه و امیدی آن روزی را که پس دوباره افغانستان به مردم افغانستان تعلق بگیره و از شر از این کسایی که در فیلم ها در رول های بازی میکنند که به نام اسلام به نام قوم خداوند یارا نیست نابود بکنه. هموطنان عزیز، ما به جواب آقای استانکزی امیر میگم که آقای استانکزی، خودت چطوری از این خواب غفلت بیدار شدی؟ آیا تو فکر نکردی که چقدر مردم افغانستان در این 20 سال شما توسط انتحاری هایتان از بین بردین؟ چقدر مردم افغانستان شما مهاجر ساختین؟ چقدر مردم افغانستان شما درد دادین و جوانای افغانستان از افغانستان فرار کردند؟ چقدر شما نسل کشی کردین به نام دین و به نام قوم؟ آیا شما ایرا چه قسم جبران کرده میتونین؟ آیا آقای استانکزی تو نبودی با امین ملا هیبت الله تو با این رهبر تو شما نمیفهمیدین که شما چی میکنید در افغانستان؟ ولی کدام رول دیگه که نو تو بازی میکنی، نو تو آگاه شدی که ملا هیبت الله تو در جای خدا و رسول خدا نشسته و او فرمان میده برای شما. ما برای شما اینا میگم که آقای استانکزی و امی حکومت جمهوریت همچنان مثل شما وارد یک رول در یک فیلمی کار کرد و افغانستان به دست شما سپردن و امو بادارایشان هرچی که برایشان امر کرد امو بکس و اینها خود گرفتن، پولای افغانستان جمع کردن که اشرف غنی بود و فضلو بود و یک چند نفر دیگهش که بودن و به شمول بعضی رهبرایی که به نام رهبر در افغانستان از در قوم خود که رهبر هر قوم خود می گرفتن، آنها و شما همه شما کسانی هستین که در رول یک فیلمی بازی دارین. به خاطر یک چند ابه و دینار و دلاری که شما میگیرین، شما را خداوند در غضب خود گرفتار میکنه و شما آقای استانکزی را باید فراموش نکنی که ملت افغانستان از تو و از رهبرای تو و از این ملا هیبت الله تو از همه شما یک پرسش کردنی است. و امروز ملت افغانستان امیدوار هستم که اینا بدانند که یا نه مسلمان بودن نه مسلمان هستند، اینها در رول اسلام و در رول قوم و این بزرگترین خیانتی را در افغانستان یا انجام دادن و مردم ما را امروز ببینید که مکاتب ما بسته است، مکاتب دخترها بسته است. 3 سال این کی جواب داده میتونه؟ و این مردم ما و اساکر ما را که فرزند نیروهای امنیتی ما را که شما کشتین آقای استانکزی، و این جواب کی میته برای شما، برای مردم افغانستان؟ و امیدوار هستیم ملت افغانستان را باید بیدار شوند و بدانند که یا کسایی هستند که آل رول دیگه را بازی دارند که از توسط گفتنی که ما دیگه از رهبرشان انتقاد میکنن و این گپا را میزنن، این جبران کردن نمیتونه مردم افغانستان این مصیبتی که یا بالای مردم افغانستان آوردن. ملت افغانستان، ما به شما پیام می است که جوانای عزیز، مردا، خانم ها، ما از تک تک شما به حیث یک زاده این سرزمین افغانستان معذرت میخوایم که ما با شما کاری کردن نتونستیم و ملت افغانستان با شما پیام است که شما باید از این خواب غفلت بیدار شوین و این کسا چی ملا هیبت الله است و چی طالبا است و چی حکومت جمهوری بود و چی یک رهبرایی که در حکومت جمهوریت به نام رهبر افغانستان پیشتر براتون تکرار کردم که از هر قوم قبیله که یا بودن یا به نفع خود بودن، هیچ به نفع افغانستان نبودن و این طالبا هم به نفع افغانستان نیست و یا در یک رول یک فیلمی را بازی میکنن. در این رول و فیلم خود که بازی میکنن در این فیلم اما مردم افغانستان هم تباه کردن و درس بسیار بزرگی در افغانستان مثل درس قومی افتاده و این فرزند نیروهای امنیتی ما شما را که فرزند یا از بین بردن و به شهادت رساندن و این بفهمین که یا
از افغانستان نبوده و برای افغانستان نیست و یا مسئول هستند در مقابل تمام جفایی که تاریخی در افغانستان کردن یا جوابگوی هستند و امیدوار هستیم که ملت افغانستان هر چه زودتر بیدار شوین، منسجم شوین، متحد شوین و وقتی رسیده که شما از 45 سال گذشته از رهبرها هم آموختین، از طالب هم آموختین، از حکومت جمهوریت هم آموختین و انتخاب بکنین، خودتان سرنوشتتان تعیین بکنین و این سرنوشت مربوط مردم افغانستان است. رهبرای افغانستان همگی از افغانستان رفتن، خانه ها دارن در خارج از افغانستان، امروز عیش و نوش میکنن، اما شما ملت افغانستان در داخل افغانستان شما تباه و برباد شدین و سرنوشت شما به این روز کشیده و امیدوار هستم که ملت افغانستان این را درک کنین، بفهمین یا کسایی هستند که در رول فیلم هایی بازی میکنند که او فیلم ها را برای از یا گفته میشه و یا چی باید بکنن چی باید نکنن و یا مربوط ما نبوده و مربوط ما نیست. اگر رهبرای افغانستان مربوط ما میبود امروز طالب در افغانستان آمده نمیتونست. اگر جمهوریت فرزند به نفع از ما میبود امروز به این سرنوشت دچار نمیشدیم که سرنوشت ما یک سرنوشتی که 3 سال مکمل است که دروازه مکاتب خانم ها بسته است و کسی مکتب رفتن نمیتونه یا از دین مردم بیزار کردن و امروز شما ببینید که در افغانستان در آینده کی عسکر خواهد شد که امروز میبینید که در افغانستان ببینید که کسایی هستند که فرزند زندگی میکنن، کسایی هستند که عیش و نوش دارن و آنها به هیچ نوع طالب و غیر طالب به او کدام کاری نداره، اما یک عسکری که به خاطر حفظ تمامیت ارضی کشور اون نیروی امنیتی ما شما را یک گرفتن یا قربانی کردن و باز هم تکرار میکنم که هموطنان عزیز وقتی رسیده که باید بیدار شوین و تمام این سرنوشتی که مربوط مرد و زن و کودک افغانستان میشه به دست خود بگیرین و این کسا نه از دین هستند نه از افغانستان هستند یا در یک رول فیلم کار میکنن که و یا صرف متای چند ابا و دینار فرزند که یا بر از او خود فروختن اما وجدان های خود فروختن یا وجدان ندارن، نه او رهبرای افغانستان وجدان داشتن، نه حکومت جمهوریت ما وجدان داشتن، نه طالبایی که امروز آمده یا وجدان های خود فروختن و وقتی اون رسیده که متحد شویم ما از اختیار مردم افغانستان باید به دست خود ما باشه و این را باید خود مردم افغانستان سرنوشت خود به دست بگیره و امیدوار هستم که از این فیلم های 45 سال گذشته مردم افغانستان پند گرفته باشند و ببینید که امروز رودی که فرزند آقای استانکزی دوباره بازی میکنه و شما باید از این پند بگیرین و بفهمین و این رول های هستی که یا به نفع خود بازی دارن، شاید یک سناریوی دیگی در زیر کار است یا دیگر همدیگر فرزند انتقاد میکنه بالای همدیگر و جبران هیچ کسی کردن نمیتونه که طالب ظلمی که به افغانستان کردین و از دریچه قومی آمدین و از دریچه اسلام آمدین و این دو فرزند منبع شما گرفتین و مردم افغانستان تباه و برباد کردین. امیدوار هستم که مردم افغانستان از این بیاموزین و بیدار شوین از خواب غفلت و سرنوشت شما به خود شما ارتباط داره و از دنبال روی رهبرایی که یا دلالی کشورهای بیگانه را کردن و افغانستان را یا برای بیگانه ها امی قسم زمین را مساعد کردن و امیدوار هستم که از این درس بگیرین و درس عبرت بگیرین و هنوز هم وقت است میتونین سرنوشتتان خودتان بسازین. هموطنان عزیز به خداوند میسپارمتان همه گیرد شما را. خداوند یار و مددگار شما باشه.